دومین راه تقویت فن بیان تمرین جملات دشواره. همونطور که در بخش فن بیان چیست گفتیم، گفتگوی روان و سلیس از ویژگی‌های فن بیان قویه. کسب مهارت در بیان عباراتی با تلفظ دشوار چابکی ذهن رو بیشتر میکنه. همچنین شیوه کمک کننده‌ای برای تفکیک کلمات و روانخوانی هم هست. من در ادامه چند تا مثال از عبارت‌های دشوار برای شما میزنم که حتما تا الان شنیدید. یکیش اینه: کشتم شپش شپشکش ششپا را. سربازی سر بازی سربازی سر سربازی را شکست. 6 سیخ کباب سیخی 6000. افسر ارشد ارتش اتریش. قوری گل قرمزی. لوله رو لیره، لیره رو لوله. سومین راه تقویت فن بیان سکوت یا وقفه است. سکوت‌های لحظه‌ای به وقت سخنرانی نه تنها طبیعیه، بلکه ضرورت یک گفتگو یا ارائه اثرگذاره. اگر قبل از بیان نکات مهم وقفه‌ای بندازید و اون نکته رو با تاکید بیان کنید، احتمال تاثیرگذاری کلام شما بیشتر میشه. من در ادامه مهمترین مزایای سکوت رو برای شما نام میبرم. اولیش جلب توجه مخاطبانه. دومیش فکر کردن به صحبت‌های شماست. سومیش نشان دادن میزان اعتماد به نفس و تسلط شماست. چهارمیش جمع‌بندی افکاره. پنجمیش فرصت تنفس عمیقه و ششمیش فکر کردن به ادامه سیر بحثه. اما با این حال زمانی که سکوت میشه، عده‌ای از سخنران‌ها نگران بی‌حوصله شدن مخاطبان میشن و احساس ضعف میکنن. به ویژه این اتفاق زمانی بیشتر میفته که در مقابل تعداد بسیار زیادی از افراد ایستاده باشید. در هنگام ارائه یا سخنرانی، صحبت کردن رو به عنوان یک گزینه در نظر بگیرید و در کنار اون زمانی رو به مشاهده پاورپوینت یا فکر کردن به صحبت‌های خودتون اختصاص بدید. همینطور نگران همهمه یا شلوغ شدن فضا در هنگام سکوت کردن نباشید. مخاطبان خودتون رو به عنوان افرادی در نظر بگیرید که دوست دارن صحبت‌های شما رو به طور کامل متوجه بشن. اونها دشمنان شما نیستند و قصد خراب کردن صحبت‌های شما رو ندارن. آیا تمایل دارید که سکوت کردن رو تمرین کنید؟ با استفاده از تمرینی که به شما میگم میتونید مهارت وقفه انداختن و سکوت کردن رو یاد بگیرید. متنی رو آماده کنید و بر روی اون مسلط بشید. بعد موارد مهم متن رو مشخص کنید و قبل از شروع اون عبارت یا نکته مهم علامت نقطه قرار بدید که به معنای مکث کوتاه باشه. همچنین در برابر بخش‌های پیچیده مطلب که نیاز به زمان تفکر چند ثانیه‌ای داره هم علامت خط تیره قرار بدید که به معنای مکث طولانی باشه. در نتیجه مخاطبان چند ثانیه به گفته‌های شما فکر می‌کنند. بعد این متن رو چند بار در مقابل آینه تمرین کنید و همچنین با ضبط صدا اشکالات خودتون رو تشخیص بدید. سکوت یا وقفه بجا در گفتگو هنرمندانه ترین تکنیکیه که در مطلب فن بیان چیست بیان کردیم. پس نباید از اون به راحتی گذشت. چهارمین راه تقویت فن بیان استفاده از محتوای مناسبه. تمام اون چیزی که در این آموزش میشنویم زمانی به کار میاد که محتوای صحبت شما برای مخاطب جذابیت داشته باشه. من در ادامه به نکات ضروری برای تولید محتوای جذاب اشاره میکنم. اولین مورد اینه که محتوای شما کاربردی باشه. مطلب شما به طور دقیق نیاز مخاطب رو برآورده کنه. دومین مورد اینه که محتوا ساده باشه. سومین مورد اینه که شما در محتواتون شفاف سازی کنید. و چهارمین مورد اینه که یک محتوای جذاب برای مخاطبتون تدارک ببینید. پنجمین مورد انسجام محتوای شماست و ششمین مورد اینه که یک محتوای به اندازه از نظر حجم تحویل مخاطب بدید. پنجمین راه تقویت فن بیان شناخت مخاطبه. همیشه این رو به یاد داشته باشید که حرفهای شما با هدف تاثیرگذاری بر روی مخاطب زده میشه. در نتیجه شخصیت، افکار و اهداف مخاطبان رو در نظر بگیرید و مطالبی منطبق با اونها طراحی کنید. برای شناخت بهتر مخاطب به بعضی از سوالات پاسخ بدید. اینکه نیاز مخاطبان چیه؟ مخاطبان چه دغدغه‌هایی دارن و چگونه میتونم این نیازها رو برطرف کنم؟ فرهنگ مخاطبان رو بشناسید. مخاطبان چه فرهنگی دارن و چه لطیفه‌هایی برای اونها خنده داره؟ سومین مورد اینه که تحصیلات مخاطبانتون چیه؟ سطح تحصیلات مخاطبان چقدره و تا چه میزان مطالب تخصصی میتونید براشون مطرح بکنید.
چهارمین مورد احساس در برابر منطقه. آیا مخاطبان شما بیشتر احساسی هستند یا منطقی و شما روی کدوم عنصر باید تاکید بکنید؟ اعتقادات دینی یکی دیگه از مواردی که باید بهش توجه بکنید. آیا مخاطبان شما بیشتر مذهبی هستند یا غیر مذهبی و چه مثال‌ها، شوخی‌ها و مفاهیمی رو میتونید براشون بیان کنید؟ مورد بعد صمیمیت بین شما و مخاطبانه. نگاه مخاطبان شما چقدر صمیمانه و دوستانه است؟ چه سوالاتی ممکنه از شما بپرسن؟ سن مخاطبانتون رو باید بدونید. سن مخاطبان شما در چه بازه‌ایه و چه دغدغه‌هایی دارن؟ چه مسائلی برای اونها جذابه و چه شوخی‌هایی با اونها میتونید بکنید؟ جنسیت مخاطبان شما مورد دیگه‌ایه که باید بهش توجه بکنید. جنسیت مخاطبان شما چیه و چگونه بحث رو پیش ببرید؟ این نکته بسیار مهمه. تکنیک شناخت مخاطب رو میشه به عنوان گسترده ترین تکنیک در آموزش فن بیان چیست دونست. ششمین راه تقویت فن بیان توجه به مدت زمان گفتگوه. مطمئن بشید که صحبت خودتون رو در زمان مورد نظر به پایان میرسونید. اگر برای مدت زیادی در حال صحبت کردن هستید، حتما به مخاطبانتون استراحت بدید. توجه داشته باشید که بیشتر مخاطبان بیشتر از 15 دقیقه روی سخنان شما تمرکز نمی‌کنند. بنابراین برای از دست نرفتن زمان از روش‌های عملی مختلفی میتونید استفاده بکنید. یکیش قرار دادن ساعت در دیدرس خودتونه. دومیش قرار دادن زنگ هشداره و سومین مورد هماهنگی با یکی از حضار برای اطلاع رسانی به شماست یا هماهنگی با یکی از دوستان برای تماس با شما.